چه سعادت بزرگ است که ما باز به نوروز به مبارکبادی هم رسیدیم. بار دیگر جشن بین المللی نوروز را به همه شما هموطنان عزیز مبارکباد میگوییم. برنامه ما ادامه دارد و چنانه گفتیم در آغاز برنامه ما با اشتراک هنرمندان دوست داشتنی است که میآیند بازم با حضور خویش برنامه ما را رنگین و گوارا می نمایند. و اینک مهمان برنامه ما هستند یکی از هنرمندان دوست داشتنی ما و شما شهرت سینکوف. و اینک من و همکارم نور خاتون با هنرمند بسیار هم شناخته دوست داشتنی شهرت سینکوف یک صحبت خواهیم آراست. خوش آمدید به برنامه ما. نوروز عالم افروز را در کشور ما با یک شکوه و شهامت خاصه جشن میگیرند و نوروز بسیار هم عنعنه های به خود زیاد دارد و از همین عنعنه ها شما بیشتر کدام را میپسندید؟ اگر زمان خردسالی را یاد کنیم در دهات یعنی صبح نوروز خسته تخم جنگک میکردیم، یعنی با رفیقا با دوستان و حرکت میکردیم که تخم ما از همه زور بروید و دویم در قبط ما یعنی یک تا تخم نیست 4-5 داشتیم. باوری نبود که تخم ما یعنی در تخم جنگک یکم بروید و همین طریق حرکت میکنیم، گاه برد میکنیم گاه باخت و همین گناه نوروز رو میکردیم و بعدا یعنی ما که هنرمند هستیم و شوق و رغبت ما به هنر بسیار بود و ما که خور بودیم هنرمندان رو تماشا میکردیم، کنسرتونشون کنسرت میدادن و ما همیشه هوس میکردیم که کی ما به این روزها میرسیم و کی ما در نوروزها باران بکنیم و همین طریق گشتین جوانان یعنی شوق و رغبت به گشتین بسیار دارند. و در بدخشان در نوروز گشتین یک نمود ورزشی است که در همه دهات در همه یعنی دهات و یعنی منطقه ها گشتین رو بسیار دوست می‌دارن و خصوصا در همونجا گشتینگیری بسیار یک نمود ورزش بهترین است و بعدا شوق رغبت ما با گشتین بسیار زیاد بود. ما فقط تماشا میکردیم و یعنی خودتون گشتین نمیگرفتید؟ خودم عموما جسم من با گشتین آنقدر موافق که نیست و فقط تماشا میکردم. اقلا در همون بزم هایی که گشتین میشد در میدان سرود میخوندید برای البته گفتم که در زمان خردسالی ما حواس میکردیم و روزهای اومد که بعد صنف های 8 و 9 و 10 کشتیم من علاقه در نوروز ها میسرایدم و در جشن نوروز بعضش مردم گوش میکنن میرقصن و بعضش با گشتین تماشا میکنن و همین گونه نوروز برای من یک روز بهترین است. از زمان خردسالی من با نوروز یعنی روز نوروز من خوش خرسند بودم و همیشه روز نوروز من خوب قید میکنم. بله بگذار همیشه خوش و خرسند باشید. بسیار زیرا نوروز خود این جشن شادی و سرور است و پیروزی نور بر ظلمات است و نوروز این سراپا جشن انسانی است، جشن عمومی است. چون بزرگی نوروز هم نور خاتون در همین است که یعنی در این روز خرد و بزرگ شادی میکنند، یعنی برای همه این جشن یک است. البته بله هر یعنی جوانان با طرز خود، پیران با طرز خویش، کودکان با طرز خویش همه خرسندند. همینطور نه؟ شما نوروز عالم افروز رو چگونه جشن میگیرید؟ یعنی در محیط عائله رو شاید در نظر دارد خودتون؟ خیلی سوال بهد بجا آمده. هرگاه میخوام که با عائله جشن گیریم، لیکن ما که هنرمند هستیم ما دائم یعنی در جشن نوروز در خانه نیستیم و در همه منطقه ها قریب که من دعوت هستم و حرکت میکنم که همه جا رسم و چون که مردم به ما نیاز دارد به سرودای ما میخوایم که با سرودای خود یعنی دل همون مردمی که ما را دعوت کردن شاد کنیم و با سرودهای خود کار میکنیم که همون مردم یعنی سرودهای ما را به دل قبول کند و در خاندانشون شادی آورد و فیض و برکت بیارد. بله. چون امروز کشور ما رو فضای نوروز فرا گرفته است، شاید شما برای ما و مخلصان با آواز زنده یک سرود زمزمه میکنید؟ البته همیشه هر سال من در جشن نوروز یعنی سرود نو به نو ایجاد میکنم از 2 قسمت 3 قسمت و سرود اولین که سال 2007 صدا داد و همین سرود یعنی مرا با مخلصان معرفی کرد. اصلا اونجا 2 قسمت بود. قسمت یکم
ای نوروز سال ما در این زمان خوش آمدی، در این زمین نازنین دامن کشان خوش آمدی. و دویم قسمت سرود ما نوروز مبارک شود، شاگون مبارک شود، لاله به دشت و دمن نوروز مبارک شود، شاگون مبارک شود. و همین سخن نوروز و شاگون بهترین سخنان بودن و در دل مخصوصان جا گرفت و همین سرود تا امروز صدا میتید. بله واقعا. بله بار دیگر شما رو خوش آمدید میگویم به برنامه ما. واقعا هم خوشحال شدیم که شما وقتی خود رو دریغ نداشتید و در این روزهای نوروزی به برنامه ما آمده اشتراک نمودید. بگذار در خاندان شما نیز همین گونه فضای عیدانه باشد. همیشه برای کامیابی یارتون و دوستان عزیز یادآور میشویم که برنامه سفره سینما بود که بخشیده شده است به جشن بین المللی نوروز. البته برنامه ما ادامه دارد، باز هم با پیشنهاد یک ترانه از جانب مهمان برنامه ما شهرت سینکوف.